قدیم شما هر کشوری میرفتیم و گفتیم ایرانی و گفت ایرانی جانسر. غرب حسودیش شد، گفت بابا اینا تو دمای 50 درجه که خر تب میکنه، میگه یک دو لیوان چای داغ بریز که آتشون بخوابه. مچسبه دست گذاشت رو نوشیدنی های ما، قهوه رو وارد کرد. دید نه بابا ایرانی خیره تر از یه حرفای جبریش میکنه، عربیکا و روبوستا رو میکس میکنه، عدد گذاشته 50 50 70 30. اینا چی سیغه ایه؟ تازه بهش گفتن دیونه بعضی وقتا تو ایران قرص و متادون قاطیش میکنن که شاید یکم تکون بده. غرب پشماش ریخت، این سری دست به دامن ژاپن شد. گفت ژاپن جون مادر تو زرنگی، یک چیز درست کن اینا منقرض بشن. ژاپن نوشیدنی رو صادر کرد به نام ماچا، MACHA. مخوریش اول، چاک مخوری آخر. گفت این نوشیدنی رو کافی 7 روز بخورن. تبریک میگم شما معتاد ماچا شدید. حالا بری که مثلث برعکس، رد خونش بگیر ببین مرسی به کدوم کشور. ای خواهر و نفوس، این نوشیدنی رو وقتی میخوری انگار کف پای کشاورز ژاپنی رو دیدی لیس میزنی که قبلش رو چمنایی که خودش آب پاشی کرده داره راه میره. مزه زهرمار میده، حنا میده، لجن میده، صدر میده. کی گفته زهرماریه؟ ایرانی هر چیزی رو گفتن بمالش بخورش، برای پوستت خوبه، تهش میفهمی بازم کلک زدن به. با خودمون این همه نوشیدنی داریم، چای ماسالا کرک بخور قوا بره بالا، جمعیت ببری بالا. اینا دست گذاشتن آریایی رو منقرض کنن. میدونستی تو ژاپن تو غذای سربازا ماچا میریزن؟ حالا تو با یک سیسی با شلوارک و لگ برو دم کافه سیس بگیر که میخواین کافور ژاپنی بخورین، 200,000 هم پول بدین. ای خواهر این نفوس، کثافتای ادایی. در قدیم یک دونه جشن داشتیم به نام جشن تولد. کل فامیل دست به دست هم میدادن، یک پارچی لیوانی چیزی می آوردن که بمونه برای جهیزیت، آینده نگری. غرب حسودیش شد، گفت ای خواهر این کاره، دست گذاشت رو دخترای ما. گفت در طول 365 روز سال 300 روزش به نام دختر. 11 مرداد گذاشت به نام روز دوست دختر. چرا 11ام؟ برج دوقلو. یک ماه قبل یک عروسک شیطانی رو وایرال کرد به نام لبوبو، ل ب و ب و، لذت بواسیر و بدن وارونه. این عروسک طلسم شده با دندونای مثلثی. کدوم دندون مثلثیه؟ چرا مثلث؟ رد خون بگیر ببین به کدوم کشور میرسی. میگن 13 تا داداش که میدونین مال کدوم کشوره نشستن برای این عروسک طلسم نوشتن که برسه دست تو. جاهای حساس کفتار به اضافه استخون سگ ماده مرده میکس شده ریخته شده توی عروسک. شما وقتی بسته بندی رو باز میکنی طلسم میاد تو صورتت. تبریک میگم شما طلسم شدی. دختر آریایی قربون اون شکل ماهت باشم، ریلزای عروسکی برای دوست پسرت مفرستی میگی من اینا میخوام، اینا میخوان طلسمت کنن. بری چقدر آمار ازدواج آمده پایین. ای خواهر این نفوس، بعد اصرار میکنی اگه ایره نخری برام باید قهر میکنم. میخوای ایره وصل کنی به کیفت بری جاهای حساس و خصوصی. دختر خوب تو چشمای این عروسک شیطانی دندون مثلثی دوربین داره. اینا میخوام بدونن تو کجاها میری. اگه عروسک میخوای خودمان عروسک داره، کلاه قرمزی. آقا فامیل دور چقدر با نمکه. اینا حتی حق انتخاب رنگم ازت گرفتن، تا باز نکنی نمیفهمی چه رنگیه. نفوس تا کجا؟ ای خواهر این نفوس.